با سلام مجدد خدمت آقای اسماعیل زاده بیشکایی هستیم، سرمربی محترم تیم داماش گیلان که بازی رو 1-1 مساوی به پایان رسوندن. خدمت آقای بیشکایی هستیم. آقای بیشکایی خدمت شما خسته نباشید عرض می‌کنم. می‌خواستم در یک نگاه اجمالی بفرمایید که بازی امروز چطور دیدید؟ با توجه به اینکه بازی رو پیش بودیم و ما متاسفانه گل خوردیم و نتونستیم. به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. جا داره از همینجا به بازیکنان عزیزم خسته نباشید دیگه. زحمات زیادی کشیدن، باجه فشار هوا در اینجا خیلی زیاد بود امروز، مخصوصا برای بچه‌ها واقعا فشار هوا سنگین. حالا با همین مسئله بازی رو ما مساوی کردیم، یکی جلو بودیم. به بچه‌ها گفته بودم 15 دقیقه اول کنترل کنیم بازی رو، بعد به گل میرسیم که به همین طریق شد. اما نیمه دوم هدف ما این بود که بازی رو کنترل کنیم و از نقاط ضعف حریف نهایت استفاده رو ببریم که امروز روز بچه‌ها نبود. من از این بابت مساوی ناراحتم و از همینجا از تماشاگرها عذرخواهی میکنم. باید ما باید این بازی رو میبردیم، ما داماشیم. حالا با همین مسئله حالا بعضی از افراد ممکنه خوشحال باشن ولی برای ما ناراحت کننده است. به هر حال به عنوان حالا یک بیننده یا یک هوادار نتیجه بدی مقابل رقیب مستقیم نبود. یه سوالی شاید ذهن خیلی از هوادارا رو مشغول کرده، اینه که چرا تعویض‌ها مثلا به این گونه بود؟ حالا اومدن مثلا رفتن بیرون مثلا سیامک علیزاده‌ای که داشت میان زمین خوب جمع می‌کرد بین خودتون توجه کردید نیمه اول توپای خوبی رو قطع کرد، اما خب نیمه دوم ما تقریبا میان زمین رو از دست دادیم چون هافبک جنگندی نشیم و بیرون کشیدن آرمان آبسالانی که ما نیاز داشتیم نوک حمله بتونیم هده اول رو بزنیم. حالا یه توضیح بدید خدمت شما از اون راجع به تعویض‌ها و از شما یه سری چیزا رو می‌بینید، ما هم یه سری چیزا رو می‌بینیم. اونطوری که ما دیدیم بازیکن خودش خسته بود، بازیکن خودش گفت مثلا من نمیتونم کار کنم. رو همین حساب ما بعضی از بازیکن‌ها روزشون امروز نبود. راجع به سیامک علیزاده فرمودید، سیامک واجد اون انتظاری که ما ازش داشتیم و انتظار ما رو برآورده نکرد. همچنین سعید طالبی هم امروز خیلی خسته بود. واجد سعید یه وزنی بزرگ است برای تیم ما، ولی متأسفانه خودش هم اصلا خودش گفت من بدنم امروز خیلی خسته است. آرمان آبسالانم واجد دوندگیش که زحمتش کشید. ما یه نیروی بسیار خوبی آوردیم اینجا، حتی محمد خیلی زحمت کشید. واجد ما دوست داشتیم تیم ما ببره. ما تعویضامون بیشتر حالت تهاجمی بود، اما فشار هواست. واجد این از لحاظ سختی آب و هوایی و تنفس خیلی اینجا سخته تو تبریز. با توجه به حمله نقل اصولی همین مسائل ولی با همین مسئله شما نگاه کنین. من بازم خدا رو شکر میکنم تیم حالت شکست ناپذیر خودش داره. از هفته چهارم به این بعد دیگه نباخت. البته من اینم بگم داماش باید ببره. اصلا من در فکر مثلا مساوی ما اصلا خودم ناراحتم از بابت این مساوی. من دوست دارم تیم ما همیشه ببره. من برای برد میام داخل زمین. شما نگاه کنید 6 بازی ما هر 6 تا بازی رو گل زدیم. شما حتی نگاه کنید دقیقه 94 ما در زمین حریف موقعی به این خوبی رو نزدیم. برحال به عنوان سوال آخر شما رو خسته نکنم، وقت شما رو گرفتیم. بفرمایید که حالا یه 10 روزی ما تعطیلیم تا دور دوم مسابقات. می‌خواستم ببینم که برنامه خاصی برای جذب یارا، حالا ما یه صحبت کدوم داشتیم ولی خب مخاطبین عزیز ما می‌خوام بدونن که ما سعی می‌کنیم برجات یه نشستی داشته باشیم، یه مقدار تجزیه تحلیل بکنیم روی نقاط قوت و ضعف ما. اما با همین مثلا این تیم تا حالا که خوب نتیجه گرفت، برجات دوم جدولیم فعلا در حال حاضر. من مطمئنم که ما نیم فصل دوم به امید پروردگار با تلاش بازیکن‌ها و حمایت مسئولین از علل خصوص برجات آقای نصیری و دیگران ما حتما نتایج قابل قبول خواهیم گرفت و به امید خدا و امید پروردگار هدفمون اینه که ببینیم برای مستقیم تیم اول صعود. ما لیاقت شده. ممنون آقای. خواهش می‌کنم، تشکر می‌کنم از شما. خواهش می‌کنم. سلامت باشید. مرسی. شما دارید. قربان شما. خب شنیدید همینطور که دوستان توجه کردید مصاحبه با آقای زاده بیشکایی. ما یه مصاحبه دیگه هم داریم با آرمان آبسالان عزیز که فکر کنم داشت لباس عوض می‌کرد. بیاد حتما برمیگردیم.